بچه‌ها، میخوام امروز از گندی که بالا آوردم بگم براتون. قرار بود مثلا یه ویدیو ولاگ آشپزی برای یوتیوب درست کنیم و باید اندازه 16:9 میشد، نه 9:16. یعنی باید دوربین رو برعکس میگرفتیم و فیلم میگرفتیم، ولی با همون اندازه پیش رفتیم و نه من به عقلم رسید، نه حتی دوستم به عقلش رسید که یه جای کار داره میلنگه. حالا کلی هم خرج کردیم، افتاب و تحمل کردیم، کلی هم قرض زدیم برای اینکه کی بپرسه سیب زمینی کیلویی چنده. آخرش یکیمون قید همه چی رو زد و گفت سیب زمینی کیلویی چنده؟ البته که بعدش گفت چون من پرسیدم تو دیگه برو برشون داد. کلی هم مسخره بازی در آوردیم که ویدیومون فان باشه، ولی آخرش هیچی به هیچی. تازه اینجا هم گفتیم حتما سابسکرایب کنید، لایک و کامنت هم یادتون نره. سلام.